سلام علیکم اکا. بان میگفتید بانان چند سومن است؟ بانان هر جایله 4 سومای 3 سومای 3 سومای. چند وقت شد که با فروش بانان مشغول اید و سودا چگونه است؟ یک سال زیادتر شد سودای بانان نازد. میگویند که بانان ها زهرآلودند و اگر بانان خوری به بیماری اسپید گرفتار میشوی. بعد این آوازه ها خریداران بانان کم شدند یا نه؟ البته کم شدند برای که پیش وقت سودا میکنیم وقتی آوازه بود نه بانان سیاش کم هستند؟ کم از خریدار. مردم به نزدیک میگن چی میگن؟ پرسان نشن؟ سال گلکش میگه اون شب بانان مخر میگن نخرید کسل میشه. شما تست بانان خریداری مینمایید؟ بله. نه کم خریداری میکنیم. بله. بانان ویتامینش خیلی دارد و دارد بسیار فایده‌آور برای آدم. برای همین من هر روز قریب یک دانه بانان می‌خورم. اندیشه شما درباره اون که بانان ها زهرآلودند؟ اندیشه من همین است که 2 سال پیش در فدراسیون روسیه مسکو بودیم همین چیز برآمدگی بود که در ویچ سپید بود لیکن ندیدیم ما همین سال ما در روز در روسیه هستیم سه وقت در همین روسیه میخوردیم یگان تا زهرآلود نیست ندیدیم و در تاجیکستان ما هر شب میخریم او بسیاری گپ آدم‌ها یگان چی وجود ندارد من یعنی شما با این آوازه ها باوری ندارید؟ نه دروغ است. پس از آن که این یعنی گفتن که در درون بانان ویچ پیدا شده است که یعنی شما با این آوازه ها باوری دارید؟ باور کردم. نیتونی بریم. ویروس اسپی 5 دقیقه دوام می‌دهد و در 5 دقیقه ویروس‌های هوای کسلی می‌مرند. ناممکن که درون بانان زهرآلود کنند. این از چند دولت دور می‌بیاد از تاجیکستان در می‌گذره از چند کمیسیه می‌گذره. یعنی شما با این آوازه ها باوری ندارید؟ ندارم این نمی‌کنم یگان بار هیچی ممکن نیست درون بانان چه زهر می‌اندازه یک احمق. آوازه ها پنج شدند که به تاجیکستان بانان های با ویروس اسپید سیرویت یافته وارد کردند و کسانی که این بانان ها را خریده می‌خورند به بیماری اسپید گرفتار می‌شوند. نظر شما را اوید به این موضوع دانستن می‌خواستیم. پیش از آن که ما دانیم که ویروس نارسایی مستد آدم با واسطه بانان می‌گذرد یا نمی‌گذرد ما باید دانیم که راه گذرش این بیماری رو البته اگر راه گذرش بیماری و اگر همین چیز موافق نهادد و چه می‌تواند که با واسطه بانان گذرد یعنی که راه گذرشی ویروس نارسایی مستد آدم این فقط 3 راه است یعنی که با واسطه خون یعنی که با واسطه علاقه جنسی و از مادر استعداد یافته با واسطه شیر یا در وقت آمدداری با کودک دیگر حالت‌های استعدادی ویروس نارسایی مستد آدم وجود ندارد. این بانان‌ها از خود کدام دولت‌های دوردست می‌گوید خود ویروس نارسایی مستد آدم در هوای گشاد یعنی که ببینیم در محیط و استوار نیست و تیز نیست نابود شود تیم بولی که در ترکیب بانان کسلت‌های سلیانی کسلتا میگیم و کسلت‌های وای دارد و یا اینا رو نابود می‌سازد و به ضرر می‌گرداند. بیماری اسپید این خودش اون نشانه اساسی ندارد. این آدم وقتی که استراحت میاد و اختش خبر نمی‌برد که من سکر یافتم تا وقتی اگر از تحلیل دکتر نگذرد یعنی با واسطه تست اوژیلی میگیم اگر از تحلیل نگذرد یا با واسطه ایمونوفرمنتی یا کتیف وقتی از مدت 4-5 سال خبر نمی‌برد که باید دوره هم بیماری هست یا نیست.